شوباد. به نام خدا. سلام به شنوندگان عزیز و دلال مردم نجیب و صبور جنوب استان کرمان. سلام به مردم عزیز کل استان، ای کوهبنان بگه تا قلگنج و ای فهرش تا فاریاب. امیدوارم که تا این لحظه دلتون بی غم و اجاقتون گرم ببو. آرزو کنم که این سردی هوا روی کشاورزی و باغداری شما تأثیر منفی نداشته بود. در عوض امیدوارم که بازم بارش بباره، قول بخشی مردم جنوب اور بباره، دوباره سال تری داشته بریم. خویه جمعه شو دیگه مهمان شما، این خویه برنامه دیگه، برنامه شوباد که ای صدای مرکز کرمان پخشه بو. آهم خوی گویش شیرین روباری یا هما گویش ارمنارم که الان دیگه خدا را شکر هویت خودی پیداش کرده و محلی گپ زدن دیگه افتخارآمیز بوده. یکی اهداف این برنامه هم همین که این گویش شریف که قرنها مردم روبار زمین خودشی گپشون زده باقی بمونه و تو هجوم واژه‌های شهری و اجنبی گم نبو. گویش محلی تو هر منطقه باعث همدلی و مهربانی و اتحاده. خاطر همین که محور اصلی همه برنامه ما که تا حالا پخش بوده شعر و گویش و لالایی و آداب و رسوم مردم جنوب استانن. این برنامه هم انشالله عوام راجع به نقش گویش در همبستگی قومی صحبت کنین، نقش گویش در ایجاد محبت و دوستی. در خدمت آقای دوراندیش هستیم، تماس تلفنی داریم با اساتید محترم. امیدوارم که پای رادیو بنندین و استفاده کنین. آقای دوراندیش، به نظرت لهجه یا گویش چطور اتحاد در همبستگی و اتحاد یک ملت حالا یا یک قوم یا یک قبیله نقش داشته بود؟ من خیلی خوشحالم که یه برنامه دیگه در خدمت شنوندان عزیز شوباد در جنوب استان کرمانی. بعد یه گشتره 10 تا برنامه دیگه ما فکر کنم شنوندان ما متقاعد بودن که گویش روباری به اندازه کافی ظرفیت داره برای اینکه طرح ببوه، برای اینکه مغزی و گنجینانی درکن لرد و بیان زنده ببهن، بیان به منصه ظهور برسن. ما وی کلمات ارتباط دارین و هم دیگه توی اقلیم جنوب استان. بعد یک کلماتی هستن ما الان داشتم فکر مکه که ما ای بچگی و ای کلمات که تو گوش مویتن گذه بودین معادل فارسی شون آمدونین ولی معادلون فارسی تأثیر ندارن. مثلا دلاله وقتی که شما گوی زیبا، قشنگ، خوشگل یا معادل دلاله هستن ولی تأثیر رو ذهن ما ناهرن. یا وقتی که مثلا ننگو آخو ندر سرت منات هم قربونت برم معادل هم بدیدیم. بنابراین یا همه هم موجب پیوند ما به هم. وقتی توی اتوبوس سوارم یه فدیدم 2 نفر دارن روباری گپ زدنن فوری ارم سمت شما اگم شما مال کجایی، یعنی همبستگی، یعنی همدلی. بسیار عالی. آقای دوراندیش عزیز، همشو یه مهمون خوش صحبتی دارین با یک نگاه عمیق راجع به موضوع برنامه موقعیتی صحبت کنه. تماس تلفنی که شما قرارم بگیرین ما گوش دهین صحبتون شما که ای طریق تلفن با آقای دکتر پور بهزاد. بله، باعث افتخاریه. ما انشالله تو ثانیه‌های بعدی و ایشون صحبت بکنی در این مورد. شنوندان عزیز برنامه شوباد، با توجه به اینکه موضوع برنامه‌مون نقش گویش در
پیوند اقوامی. مهمونی دارین امشو، مهمون عزیزی ای جنوب استان، آقای دکتر پوربهزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کهنو که تحقیقات گسترده هم در حوزه گویش و فرهنگ و توسعه فرهنگی انجام داده. سلام آقای دکتر پوربهزاد. سلام جناب آقای دکتر دیراندیش، بسیار خوشبختیم که در خدمت شما هستیم و تقدیر و تشکر داریم به حضرت عالی و جناب آقای دکتر یوسف زاده که فرصتون در اختیار ما هست تا بتونیم به همشهریان خودم در جنوب کرمان با گویش زیبای رودباری گفتگو کنیم و تشکر کنیم به شما دو تا عزیز فریخته و چهره ارزشمند فرهنگی که در قالب برنامه شوباد به حفظ و ارتقاء و ترویج و نشر گویش رودباری، گویش منطقه‌ای مردم جنوب کرمان همت مضاعف داری و تلاش زیادی کنیم. جای تقدیر تشکرم داره ای مدیر کل محترم صدا سیمای استان کرمان، حوزه معاونت صدا و ما به عنوان یک شریک فرهنگی و علمی در دانشگاه آزاد کهنو درخواستی دارم این فرصت استفاده کنم ای مدیر کل صدا سیمای استان کرمان. اولا تشکر کنیم که این فرصت چون در اختیار ما هست ای طریق برنامه شوباد و رادیو کرمان صدای مردم جنوب کرمان در قالب گویش رودباری به سمع هموطنان عزیز ما برسه و ما درخواست و تقاضای مشخص رو جناب دکتر دیراندیش از مدیر کل محترم صدا سیمایی که همانطور که صدای ما داره هرچند محدود شنیده بودن، امیدواریم که به زودی تصویر مردم جنوب کرمان هم در قالب یک برنامه متنوع‌تر، متکثرتر و گسترده‌تر در مرکز صدا سیمای استان کرمان با همین اسم برنامه شوباد انشالله دیده بود و ما هم صدا داشته بیم و هم تصویر و برنامه اصطلاحاً پوشش گسترده‌تری روی اخبار، حوادث، مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منطقه جنوب کرمان داشته بود. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما این. با توجه به اینکه حضرت عالی در حوزه نقش گویش تو توسعه فرهنگی جنوب استان پژوهشونتون انجام داده، لطف کنید در یه مورد ای شنوندگان ما در جریان بگیرید. بایستی خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض کنم که زبان در واقع یکی پیچیده ترین و ناشناخته ترین ابزارون ارتباط، آموزش، یادگیری و ثبت زندگی بشره و در واقع بعضی اندیشمندان و پژوهشگران میگن که زبان مساوی با کل بشریته، چرا که هم تجربیات بشری در زبان شکل گرفت، هم در همان نسل و نسل آینده منعکس شدن و از طرفی این بحث وجود داره که زبان اصولاً نه تنها یک ابزار فرهنگی و ارتباط اجتماعی محسوب بود و یک رسانه برای انتقال افکار و ایده‌ها و اندیشه‌ونه، شکل دهنده و ایجاد کننده هویت ملی و هویت فرهنگی هم هسته و نه تنها منعکس کننده فرهنگ یک جامعه و یک قوم و یک منطقه هسته، بلکه قالبان فرهنگی هم زبان شکل ده. شما تصور کنید جناب دکتر دیراندیش تخصص شما زبان شناسیه و خب طبیعتا در کار ترجمه هستید و در کار شعر و ادبیات هستید. تصور کنید که زبان وجود نداشت، به طبع ادبیات هم وجود نداشت و اگر ادبیات نهر، خب ما گونه‌های مختلف ادبی مثل شعر و رمان و داستان کوتاه و نمایشنامه نداشتیم و اگر نمایشنامه نهر هنر تئاتر شکل ناگه و اگر شعر نهر ملودی و بعد آهنگ و بعد موسیقی با کلام و تولیدات فاخر موسیقیایی ممکن است با این غنا وجود نداشت. بنابراین زبان فرایندون فرهنگی و عناصر فرهنگی صورتبندی به پیکربنده کنه و قالب ایجاد کنه. به هیچ وجه نباید اهمیت زبان در توسعه فرهنگی و همبستگی قومی نادیده بگیریم. حالا اینکه ما گوییم همبستگی قومی به چه شکل، ما اگه زبان به صورت کلی اونان یک واحد معیار زبان در نظر بگیریم، خب در دل زبان ما گویش ها داریم و لهجه ها داریم. شما استحضار داری که وقتی صحبت زبان کنیم یعنی یک ساختار و فراینده که دارای دستور، دارای واژگان، دارای تلفظ ویژه و دارای گویشورانه و وقتی که در دل زبان یشته تحقیق و تفاوت کنیم گویش وجود داره و لهجه اصولا فقط اختلاف در تلفظه و مثلا ما روی تلفظ داریم که فرد گویشور به منطقه جغرافیایی تعلق داره. مثلا اگر زبان معیار فارسی در نظر بگیریم، طرف تا اصفهانی صحبت کنه ایشون لهجهش اصفهانیه یا ایشون با لهجه تهرانی داره صحبت می‌کنه یا ایشون لهجه یزدی یا لهجه کرمانی داره. اما وقتی صحبت گویش کنیم، گویش شبه زبانه در واقع، یعنی دارای دستور زبانه، دارای انبار واژگانیه، دارای گویشوران مستقله. بنابراین
بنابراین گویش فراتر این لهجه و معیار هم اگه درک در نظر بگیریم، مثلا اگر فارسی زبانان گویش رودباری متوجه نبن یعنی وارد قلمرو جدید بودن، یعنی این دیگه لهجه نه که همه بفهمن، این شبه زبان نزدیک به زبان این گویشه. بنابراین گویش گیلکی، گویش لری و گویش جنوب کرمان که رودباری خامان هسته در یک قالب طبقه بندی بهن. حالا خیلی جالبه که شما بدونید که زبان مادری و یا گویش غالب در یک جامعه اقلیت مثلا مثل جنوب کرمان شامل 7 شهرستان جنوبی که یک قلمرو زبانی تشکیل دهند، ارتفاعات سربیژن شاید تا حدود مثلا مارز و رمشک و حتی بخشونی استان هرمزگان هم در بر گیره و حتی بخشونی استان فارس هم باز در بر گیره. این قلمرو زبانی گویش رودباری وقتی شما این گستره نگاه کنید عددی خب تعداد گویشوران بسیار زیاده و این در واقع در این جامعه اقلیت این گویش غالب و این زبان مادری عاملی بوده جهت تفاوت و تمایز با جامعه اکثریت. یعنی شما و این بوده یک نماد هویت قومی و نژادی و باعث استحکام و همبستگی اجتماعی بوده. مثلا شما در لفظ روبارون خودمون مشاهده کنید جناب آقای دکتر که مثلا اگه که تا مثلا طرف صحبت کنه گفت ایشون روباریه، این روباری ما خامانه، این روباریه، این غیر روباریه، یه گرمسیریه، مال گرمسیرات جنوبه. یعنی انگار شما طرف معیاری برای که نماد قومیت و هویت قومیت و هویت فرهنگی خودی نشون بده تمرکزی رو گویشه، یعنی به خاطر گویش ایشون استحکام و همبستگی اجتماعی ایجاد کنه و اتفاقا این تفاوتی که در گویش وجود داره نه تنها باعث سرخوردگی و یأسی نابود بلکه باعث بود که این تمایز و تفاوت باعث بود که یک استحکام و پیوند فرهنگی اجتماعی بین خودشون ایجاد کنه قومی که وجود داره و این با این گویش صحبت کنه. و حالا به خاطر که انسان موجود اجتماعی هستش بررسی و مطالعه رابطه زبان و جامعه که در واقع با بررسی جامعه شناختی زبانه یکی ضروری ترین و پرجاذبه ترین جنبه‌های مطالعات زبانیه که خیلی هم طرفدار داره و بسیار مورد توجهه. در این قالب که داریم صحبت کنیم اخوام یک روایت داستانی در رودبار اتفاق افتاده در زمان گذشته که داستان زبان به زبان سینه به سینه نسل به نسل گشته و خیلی جالبه مربوط تاریخ سرزمینه. خواهم بگم مثلا چقدر این گویش به کمک مردم گهته، چقدر مردم روی گویشون حساب کرده. عبدالله خان سمسام‌الدوله حاکم رودبار در حال ساختن کلات میشبدان بوده، ما قلعه میشبدان که معروف شد و بعد خب این قلعه خب گسترده بود و بزرگ بود و اون کار تعمیرات و ساخت خیلی طول کشیده. مثلا اون تابستون کامل یه عده بسیار زیادی مردم اون مشغول کار بودن. خب بعد مردم به تنگ گرفتن چون خیلی زمان گذشته و این قلعه تمام نابودنه و بعد اگه چه کار کنیم کسی هم قدرت نداره که برای انتقاد بگو که آقا اگه اجازه بده که ما بریم دنبال کسب و کار زندگیمون دیگه، حالا مهر ماه و پاییز رسیدیم بریم دنبال کشت و کار خودمون. بعد یه اون متوسل به یک بانوی شاعره به نام بانو گلی رودباری و ایشون با زبان شعر و با گویش رودباری خدمت جناب عبدالله خان سمسام‌الدوله رسه و این شعر زیبا گوه که کلات میشبدم نیمه تمام زن و مردی به زیر گار کلانه به قربان سرت ای عبدالله خان مرخص کن که حالا مهرجانه. یعنی وقتی که یه شعر زیباگو و با مضمون و تو آب بافت و موقعیت مشخصگو خب حاکم منطقه جناب عبدالله خان به فکر فرو رو و اگه خب پس حرف درستیه واقعا دیگه الان موقع کشتکار و مهرگانه و مهرجانه بخور کنیم و دستور ترخیص بسیاری استادکاران و بناهان و کارگرانی که کارگری نده و یه معجزه گویش رودباری و شعر رودباریه که به کمک مردم و فشار مضاعفی که مثلا مردمی حتی کم کرد. یا مثلا یک معجزه شعر شما عرض کنم خیلی جالبه که ای بزرگان منطقه جناب آقای منصور مالکی ایشون حدود 40 سال حدود 45 تا 50 سال چه فکر کنم 45 تا 50 سال آمریکا زندگیش کرده و اصلا خانمی انگلیسیه و چگونی هماتی رشد کردن هماتی درس شما تو محیط آمریکا سر کار نمشانیو. حالا شما خیلی جالبه اخوام بفهمم بدونین که چقدر گویش رودباری هویت سازه، چقدر نماده برای خودی، نماد هویتیه. خیلی جالبه که یه گفتگوی با جناب منصور خان مالکی ما داشتیم، خیلی جالبه که ایشون گویش رودباریش طوری حرف زده که انگار
45 سال در کهنو یا در منوجون یا در قلگنج یا در روبار یا فاریابی زندگی کرده. مثلا شما تصورت ناکه که ایشون در یک جامعه زندگیش کرده حدود 50 سال که کاملا زبان غالب زبان انگلیسی بوده و در همه لایه‌های جامعه با افراد انگلیسی زبان ارتباطی بوده، حتی با خانواده خودی، با خانم خودی، با بچه خودم با زبان انگلیسی ارتباط بوده، ولی چنان با گویش اصیل رودباری صحبت که فکر که ایشون 50 سال در همین منطقه بود. بعد ما خیلی با شگفتی با عنوان یک مطالعه موردی از ایشون پرسید جناب مالکی شما چطوری تو یک محیط بسته انگلیسی ارتباط صرف با مردم رودبار زمین و منطقه چطوری گویش خودت بعد 5 دهه حفظ کرده و با این زیبایی و ظرافت و با این واژگان قدیمی و کلاسیک داری گویش رودباری صحبت کنی؟ خیلی جالب بر جناب آقای دکتر اندیش. بله. جناب آقای مالکی گفت که یه اصطلاح خامون رودباریون دارین که آقا ای شهر خواه بره ولی ای لفظ خواه نره. و بعد غیر ایه ما تو آمریکا احساس مکه تنها چیزیه که به خودم تعلق داره و هویت خود منه و هیچ کم به دست نیورده و هیچ کسی درش نقش و تصرف ندا کنه همین گویش رودباریه و یه گویش مورن یک یادگاری در وجود خود نگه داشت. واقعا اینطوری وقتی آدم نگاه کنه به موضوع دیده که چقدر گویش باعث ایجاد استحکام اجتماعی و باعث همبستگی قوم. شما نگاه که همین گویش رودباری باعث بوده عروسیون خامون در 5 شهرستان جنوبی حتی 7 شهرستان جنوبی شبیه هم بود. مراسمون عزاداری خامون، رقصون آیینی خامون، موسیقی خامون، شعر خامون، خب این چه چیزی باعث بوده که رنگ و بوی زندگی در جنوب کرمان یکسان و شبیه به هم به نظر برسه؟ آیا غیر که گویش رودباری حلقه اتصال و شبیه سازی کننده این عناصر فرهنگی در جنوب کرمان بوده؟ یعنی یک همچین چیزی که وقتی ما نگاه کنیم به عظمت یک گویش ببریم، به همین خاطر مسئولیت ما نسل حاضر و نسل آینده جناب آقای زونندیش خیلی سنگینه. شعر رودباری خیلی کمکی کرده به حفظ گویش رودباری، شاعران ادیبون خیلی زحمتشون کشیده، اما هنوز کمه و کافی نه و بقیه لایه‌های اجتماعی باید به کمک گویش رودباری بیان. خب صحبتون آقای دوراندیش مجنف با جناب آقای دکتر پوربهزاد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کهنو و پژوهشگر و فعال فرهنگی خیلی پربار، خیلی قشنگ صحبتی که نام خدایی که نور آفرید مرا طبع شعر و شعور آفرید. رحمت الله دبیر هستم از شهرستان عنبرآباد. به خدمت شما شنوندگان محترم برنامه شوباد سلام عرض کنم. انشالله که همیشه حال خوبی داشته باشین. ما تا چند تا کتاب در زمینه فرهنگ عامیانه و شناخت مردم خوی گویشون محلی نوشته. کتاب اولی که در رابطه با فرهنگ عامیانه جنوب کرمان هسته اسمی هست نظرچین. یک کتاب نظرچین 4 بخش داره. بخش اولی که مردم شناسی و معرفی مناطق هفتگانی همین مثل کهنو، روبار، عنبرآباد، منوجان، قلگنج، فاریاب و بخشان دیگری فرهنگ عامیانه هسته. یک قسمتی هست اعتقادات دینی و مذهبی، یک قسمتی داره درای خرافات و یک قسمتی هم هست فرهنگ و رسوم که در هر قسمت به طور جدا انواع اقسام یه اعتقادات و آداب رسوم محلی توضیح داده بود. در مسیر این کتاب ما به یک نکته اساسی برخورد می‌کنیم که نقش گویش محلی در پیوند اقوام جنوب کرمان، یعنی مثلا ببینیم به چه طریق به هم وصلن. به طور کلی خود جنوب کرمان 2 تا گویش حاکم هست، گویش سرسیری و گویش گرمسیری. گویش گرمسیری رایج کلن ای میانچیل جیرفت اگر رو تا پایان جازموریان همه مردم کلمه‌هاشون اکثرا واژه‌هاشون مثل همه رو و همین گویش باعث بوده که یک اتحاد و وحدت خویشاوندی بین مردم قسمت جنوب بگیزه. یاسین مدیدی که گویش کوهستانی هم ای ساردو شروع رو به خط مداوی مسکن رد بود از سور ارگز و رد بود رو به کلجک و تا کوشاه یه مردم شدن با داشتن یک گویش محلی مشترک کلا یک ارتباط خویشاوندی و
قوم خویشی با هم دارن که اگه مثلا بررسی بیشتری بود دیدی که همشون یک نژاد یک طایف و ایلات بزرگی توی این مناطق هسته. این منطقه ساردیه که از طایفه مهنی شروع به یه رو به پایین طایفه افشار داریم، طایفه رئیسی داریم، طایفون بزرگ در سطح منطقه هسته، سیفری هسته، مثلا ایارد بود، سنجری هسته، سالاری هسته، یه طایفه توی منطقه زیاد هسته و رو به طرف مسیر رودبار و پایان به طایفه بلوچ برخورد بکنیم. برای طایفه بامری هسته، سابکی هسته و طایفون دیگه هسته که بعضی اونشون بین بلوچ و فارس هسته، مثل دیناری هسته، مثل سالی هسته، طایفون زیادی هسته. علاوه بر پیوند اقوام، فرض مراسم عروسی یا مراسم مرگون در همه جای مناطق با هم یکسان هسته، یک شکل هسته. فرم پوشش اجتماعی مردم هم به واسطه یک شکل هسته. مثلا در یک قسمت دیدی که لباس بلوچی کلا همه جا یک دست، مثل کهنو، روبار یا قسمت منوجان، قلعه‌گنج، لباس هم یک شکل هست. بعد به واسطه همه گویش با هم دیگه مواصلت کردن، ازدواج هایی که صورت میگیره، وحدت و همدلی، اینا با هم تو هر مسیری، تو هر مسیری با هم همدل هستن، با هم همراه هستن. حتی بعد مناطق کشاورزی هم تاثیرگذار هسته. این کشاورزیشون مثلا از نظر آبیاری از نظر همه یک شکل هستن این منطقه جنوب کرمان. انشالله که همه مردم جنوب موفق و سربلند و سرافراز باشند. روبار با صفایمون سرزمین غروره، مرد و زنی نجیبونو تو سختیون صبوره، تاریخ کهر خرعه زرهام استواره، تمام فصلون ایتی یا گرمی یا بهاره، خب شما در این برنامه شوباد گوش دادین. ما تو این قسمت برنامه یه بخش دیگه صحبتون دکتر پوربهزاد گوش بدین. خب شنوندگان عزیز برنامه شوباد، همونطوری که حاج احمد عزیز گفتی، رین سراغ بخش دوم گفتگوی آقای دکتر پوربهزاد. آقای دکتر ببخشید، حالا شما یه تبیینتون که تو اثباتتون که واقعا گویش ارزشمندیه در همبستگی و پیوند و همدلی اقوامی که توی 7 شهرستان تأثیر داره، ما پذیرفتیم با توجه به ادله‌ای که شما ارائهتون که حالا برای حفظ و حمایت یک گویش چه کاری باید انجام بده؟ ممنونم به سوال خوبتون. بله، راهان علمی وجود داره جناب دکتر دوننشی برای حفظ و صیانت از گویش رودباری. مثلا این کار مهم حضرت علی و آقای دکتر یوسف زاده و عوامل استان کرمان یکی از کاران مهم در جهت حفظ و گویش رودباری. چرا؟ چون حمایت‌های بنیادین از زبان‌ها و گویش‌ها اگر وجود نداشته بود، گویش امره و خیلی مهمه جناب دکتر جان شما بدونه که زبان کشی و گویش کشی در واقع یک نوع قوم کشی محسوب بود. چرا؟ چون اگر شما گویش خودتون دست بدهی، به تدریج فرهنگ و نمادون فرهنگیتون دست بدهی و بعد یک فرهنگ غالبی ایه به فرهنگ شما سیطره اگه و حاکمیت کنه و شما استحاله فرهنگی به هویتتون دست بدهی. یعنی در واقع اگر گویش بین برو فرهنگ قومی بین رو و بعد فرهنگ قوم بین رو یک فرهنگی به این غلبه کنه و در واقع آن مردم و آن منطقه قومیت دیگه چیزی نامونه. بنابراین حمایت نهادون بنیادینه مثل آموزش پرورش، مثل قانون از شورای اسلامی خیلی اهمیت داره در قانون گذاری کنه، مثل دولت، مثل نهادون مذهبی، رسانه‌های دیداری و شنیداری در شکوفایی و زوال یک گویش و زبان نقش کلیدی به تعیین کننده دارد. اخیراً ما دیدیم که مداحان شعرون به گویش رودباری اساساً اخوانن و مثلا مناسبتان محرم و مراسم آیینی سوگواری با گویش رودباری خوان. این باعث حفظ گویش رودباری یک عنصر بسیار مفید و مثبته، ولی باید نهادون محکم دیگه هم کمک بدن. یه مورد دیگه خیلی مهمه، زمانی ما تا این حمایت و حفظ کردن گویش رودباری که گویشوران یعنی مردم جنوب کرمان برای گویششون ارزش والا به احترام بالای قائل بند و این گویش به عنوان نماد و هویت نژادی به قومی خودشون بشناسه. یعنی پدر مادران روباری یاد دادن به کوچگونشون شرم نداشته باشن، خجالت نکشه طرف به روباری حرف بزنه، بایستی افتخار کنه به گویشی و این گویشی به فرزندونی به نسل بعدی منتقل کنه. یکی راه حفظ گویشه.
راه دیگه ای که ارتباطات خانوادگی و طایفه‌ای قبیلی گسترش بدن، ازدواجون درون فامیلی زیاد ببهن. کسانی که این منطقه مهاجرتشون کرده به استانان همجوار به خارج کشور، ارتباطشون با قوم و قبیله و منطقه جنوب کرمان دست ندهن، هر از چنگاهی بیان، چون مردم ایون به عنوان مرجع شناسن. اگه اون با گویش رودباری حرف بزنن، مردم ذوقشون بیشتری پیدا کنن، همان نماد هویتی خودشون، یعنی تقویت بگاه. نگاه کن مثلا ایشون در خارج کشور زندگی کردن ولی یهده باز هویت و اصالت رودباری خودی حفظ کرده و داره با گویش ما صحبت می‌کنه. این خیلی اهمیت داره. بعد باید اطمینان خاطر حاصل کنی که این زبان گویش اقلیت مدرن در مجامع رسمی مثل مدارس، مثل مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مساجد، اماکن مذهبی هم این گویش استفاده کنه، ولی محدود. مثلا در قالب یک نمایشنامه، در قالب یک طنز، در قالب یک نوشته. رسانه‌های مکتوب خیلی تان کمک کنه، نشریات و روزنامه‌ها، رسانه‌های دیجیتالی و اینترنت، فضای مجازی با اپلیکیشن‌های مختلف بسیار کمک کننده تان و اتوان بخشی کارشون به گویش رودباری اختصاص بدهند. به نکته خیلی اهمیت داره که مثلا همین پیامک که ما به هم دادیم، سعی کنید پیامکمون به گویش رودباری به هم دیگه بدین. حداقل به رودباری به گویش رودباری پیامک بدین. حالا اگه مخاطب فارسی زبان غیر رودباری داریم، فارسی براش بنویسیم. همین خودی باعث ترویج و گسترش گویش رودباری و ان شاءالله ما امیدواریم جناب دکتر دوراندیش روز برسیم که گویش رودباری چنان صاحب هویت و جایگاه خودی هم نظر علمی، هم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی پیدا کنه که باعث افتخار هر رودبار زمینی بود که با احترام و افتخار گویش هم صحبت کنه، هم در ترویج و نشری مشارکت کنه. آیه دکتر، تا جای ما اطلاع دارم با همت حضرت عالی و چند تای دوستان بومی و فرهیخته آتیه دبیرخونه گویش رودباری تو دانشگاه آزاد تأسیس بوده. اما بگم یک گزارش کوتاه بده، به کجا رسیده؟ آیا ثبت بوده؟ کاری انجام داده؟ یه در راستای همه حفظ و حمایت گویشیه. 100%. بله، مرکز رشد دانشگاه آزاد کهنو که در زمان مدیریت خودم برای دانشگاه با تلاش و کوششون مضاعفی که انجام داده بود، با ارتباطات گیته بود و رفت آمدن زیادی که به مرکز و پایتخت کشور سازمان مرکزی انجام بود، این ما مجوزیمون رو اندازیمون که با 6 تا هسته فناور که الحمدلله الان به لطف دوستان عزیزین که الان مدیریت به عهده دارن و هیئت رئیسه که دارن خیلی گسترشی پیدا کرده و خیلی دارن کارونه بسیار مفیدی انجام دادن. یکی کارون که به پیشنهاد ما هستن همین که ما یکی هسته‌های فناوری و رشد مرکز رشد کنه اختصاص بدیم به حفظ و ارتقای گویش رودباری که به صورت علمی بیاین کلمات و واژگان و عناصر دستور گرامری گویش ثبت و ضبط کنیم که یک دبیرخانه دائمی براش ایجاد کنیم. مرکز پژوهش گویش رودباری بود و در این رسم کارون انجام بوده، کارون اداریش تقریبا تمام شده و مجوزی گرفته بوده و خود حضرت عالی هم در جریانه که با ما تو همکاری کرده، هم جناب عالی، هم دکتر موسیزاده و سایر فرهیختگان و چهران دانشگاهی. انشالله به زودی یک جلسه دوباره برگزار کنیم و این گویش رودباری که دیگه رسمیت پیدا کنه تقسیم کار انجام بدیم، به کمیته تخصصی تقسیم کنیم. انشالله کارمون برای ثبت و ضبط گویش رودباری به صورت علمی در دانشگاه شروع کنیم. خیلی ممنون لطفتون. امیدواریم که هرچه زودتر ما حضور شما تحت عنوان مدیر یه دبیرخونه و کسی که بنیانگذاری بودی توی برنامه ببوم. سلام خدمت تک تک رفقای کهنویی ما برسون. ای که وقتون گمو شما تشکر کنین. لطف دارید. و از دکتر موسیزاده تشکر کنم، صداش نشنتون ولی خیلی دوستی دارم و خیلی برای مقابل احترام هستن. سلام ما بهشون برسونید. از شما تشکر کنم بابت گفتگو. خیلی ممنون. قربان شما، شبتون بخیر. اینجا تمام فرصت ماندن دقیقه است. ای دل چی میکنی؟ به خدا دیر میشود. خب برنامه داره تموم نبودنه. با شماره 3699 تماس بگیرین یا شماره 32229999. اگه هم دوست داشتین خود برنامه به صورت پیامکی ارتباط داشته باشین، شماره 30341 پیامکتون بفرستین. خدا زیاد کند اجر دین و دنیاتان و مستجاب شود باقی دعاهاتون. خدا نگهدار.